ای پروردگارا به من رخصت بده. چی رخصت بده؟ رخصت ده که تا 3 طایفه را در قعر خود کشم، عذاب دهم. خداوند میپرسید از ای زمین اینها کیا هستند؟ میگفت است یکم کسانی که مردم را بیگناه خون میریزند، مردم مسلمان را بیگناه خون او را میریزند. این طایفه را من طلب دارم. و دوم این طلب من این است که کسانی که از زنا در بالای من غسل میکنند، وای به حال جوانی که زنا میکنی. زمین امروز مثل همون سگی که به سوی یک انسان غرس دارد صدا میبراند که وای یک شاده کنند تا که وای یک کنده کند، پاره پاره کند. امروز زمین نسبت تو غضب دارد که پروردگارا آن موی سفید است، وای زن است، وای کمپیر است، دختری جوان است، جوانی جوان است. خدای بر من اجازت ده تا که این طایفه‌ای که از زنا در بالای من غسل میکنند، اینها را من چیکار کنم؟ با فرو در شکم بی خود بکشم. اونا فکر میکنند زناکار که زنا کردم غسل کنم پاک میشم. تو پاک نمیشه. از زنا انسان پاک نمیشه، ولی دایم جنوب است. آدم از کدام وقت پاک میشه؟ وقتی بازن حلالی خود میرسد. این حالت ده آب وای پاکیزه میکند، آب از وای نفرت دارد. سوم همان کسانی که نماز نمیخوانند، پروردگار را رخصت ده که اینها را من بر شکم بی خود فرو برم. یقین است ما و شما روز وارد قبر میشویم که این شکم بی زمین است. چی بدبختی است که اگر ما و شما خون یک برادر را ریزانده باشیم، یا چی بدبختی است که ما و شما زنا کرده و توبه نکرده باشیم. چی بدبختی است که ما و شما اگر نماز نخوانده باشیم. وای به حال ما و شما که قبر نسبت ما و شما چی احوالی بدی را در اونجا برقرار میکنه. اون کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، حافظ میگوید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. کسی که در دنیا میگوید اگر نماز نمیخواند، حافظ شیرازی میگوید که ای مردم به فتوای من این که وای نمرده هم که باشد جنازش خوانید که وای در قطار آدم مرده ها هست. جنازش بخوانید، گفتند که وای هلاک شدگی هست، وای مردگی انسان در بین مردم به شمار می رود کسی که نماز نمیخواند. خدا رحمت کند حافظه. باز میگوید شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. این شیطانی که امروز تمام امت اسلام وسواس میکند، از نماز باز میدارد، این کثافت یک خطایی کرده بود. وقتی این خطا را کرد، خودش را خدای زمین وقتی که خواند، خداوند ای را از درگاه چکار کرد؟ رانده کرد. گفت تو از درگاه ملائکه ها دور شو که تو ملعون هستی، تو لعنت کرده شده هستی، تو مردود هستی، تو مرجوم هستی. از این درگاه گفت این جای تو نیست. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. دیگر خطای شیطان این بود که وقتی خداوند آدم آفرید و گفت ای جمع ملائک، اون زمانها شیطان هم در قطار ملائکه ها بود، گفت آدم سجده کنیم. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. پروردگار گفت مرا تو از آتش آفریدی و از خاک آفریدی. آتش لایق نیست که خاک سجده کنه. از روی این گفتار شیطان پروردگار از درگاهش رانده کرد. حافظ امین یادآوری میشد که شیطان که رانده گشت و جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بی نماز. او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد.
حافظ میگوید این شیطانی که دوزخی هست، کافر است، ملعون و مردود و مرجوم است، این از بینماز بالاتر است در قدر و فضیلتش، زیرا که وی آدم سجده نکرد، لیکن این انسان ها خدا را سجده ندارند. این است که مرد را میارند، مرد دوزخی را میارند و دو پای افضالی که دوزخی هستند در پیش او میگذارند و میگویند این پای افضال ها را بپوش. پای افضال ها پیغمبر خدا گفت چنان یک حرارت، چنان یک حرارت گرمیش بلندی هست که چه است یغلی منها دماغه، آب بینیش می جوشاند. این آسان ترین عذاب دوزخ است. ما و شما بترسید. یا ایها الناس اتقوا ربکم، برای همین خدا ما و شما را میگوید ای مردم از خدا بترسید، خدای شما سختگیر است. شاید بعضی سوال ها کنند که آیا ترازوی اعمال عمل انسان را چه می سنجد؟ مفسرها بر این اختلاف نظر دارند. من در یگان حدیث صحیح ندیدم چگونگی ترازو را پیغمبر خدا بیان نکردند، لکن مفسرهای قرآن در این اختلاف دارند که عملهای نیک و بد شما در روز قیامت به یک مجسمه تبدیل می‌یابد، یعنی به یک صورت تبدیل می‌یابد، به یک صورت مرد زیبا یا به یک صورت مرد خیلی زشت، و اونها را خداوند در روی ترازو میگذارد و میکشد. کردارهای نیک ما و شما به صورت یک مرد زیبا میگردد، کردارهای بد ما و شما به صورت یک مرد خیلی زشت، خیلی صورت شکلش ناخوب تبدیل میگردد. خداوند اینها را میکشد و برای ما و شما خبر میدهد این عملی نیکت، این عملی بدت است. بعضی از مفسرها بر اینند که همون نامه اعمال کتاب وقتی که اگر وزنین باشد و خداوند در بالای همون ترازو میگذارد، همون زمان حکم تو را میبرارد. و اینش مفسرها رفتند. لکن ما و شما یک عقیده باید داشته باشیم و الوزن یومئذ الحق، خدا گفته است ترازو در روز قیامت حق است و عملهای شما همش کشیده می شود. خدا کند که در او روز این جمعیت ما و شما خندان باشند. خدا کند که در او روز ما و شما خجالت نباشیم. وقتی میگوید بنده ای که اگر در او روز ترازوی اعمالش سبک می شود چی میگوید؟ ای وای بر حال من، کجاست همون مرگی که کاری خودش باز برای من انجام دهد تا که چشمهای من این ترازو را نبیند. چگونه ای که یک ترازو را در دنیا ما و شما اگر کیلای ما و شما را یگان سوداگر اگر کم میزند و ما را در حالت جنایتش میقپیم خجالت میشود، بنده در روز قیامت همچنان در نزد ترازوی خود خجالت میشود. شما میتوانید به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. شما میتونید که در همین دنیا ترازوی اعمالتان وزنی کنید، میتونید ترازوی اعمالتان در همین دنیا وزنی کنین. حضرت میگوید ورنه حسرت خوری. جان من میگوید حسرت میخوری، دیگر برای تو فایده ندارد. این ترازوی اعمال است. من مختصرا برای شما اینا را حکایه میکنم. دویم نامه اعمال است. خداوند در سوره تکویر میگوید و اذا الصحف نشرت، ما برای شما در روز قیامت نامه اعمال میدهیم که این را باز خداوند در سوره انبیا هم خیلی روشن گردانیده است. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفی بک اليوم. خدا در قرآن میگوید روز قیامت وقتی شما زنده میگردید، در گردنهای شما نامه های اعمال شما مثل گردنبند واری کشال میایستد و او را ما کشاده میگردانیم و میگوییم بخوان کتابت را. آن روز